إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. همه شما را به این روزهای خوب و این فرارسی عید تبریک و تهنیت میگویم و از خدای مهربان خواهان او هستم که خداوند تا سال آینده، تا عید قربان آینده همه ما و شما را با توفیق و با هدایت و با سلامت نگه دارد و از خدای مهربان خواهان او هستیم که از عید گذشته تا این عید آن کمبود و آن خطایی که از ما بندگانش سر زده باشد خداوندا از جانب ما بندگانت مغفرت بگردان و از خدای مهربان خواهان او هستیم که تمامی آن بندگانی که امروز در مسافرت هستند از همه این جمعیت ما دعای خیر میخواهند خدای اونها را صحت و سلامت به خاندانشان بگردانی و بیماری هامان خدایا شفای کامل نصیب بگردانی زندانی هامان پروردگارا با تنی صحت و با وقت خوش و نزد پدر و مادر و زن و فرزندشان برسانی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمین یا رب العالمین. برادران عزیز و خیلی گرامی،
الحمدلله که ما 2 جمعه در اطراف یکی از موضوعهای خیلی لازم و درکار برای امروز حیات ما درباره معامله، داد و گرفت، درباره طریق درست سودا و چگونه ماها باید با برادران خریدار مراسا کنیم، آن مالی که به دست آوردیم او را چگونه در سودا براریم تا که این نرخ گذاشته ما، این معامله ما از انصاف خالی نباشد. برادران عزیز و گرامی، پیش از آنی که من صحبت را از یک غزل خیلی پرمحتوای شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی آغاز نمایم، ناگفته نماند که اگر مالی که شما او را به یک سامان خریداری میکنین بالای اون نرخ معین نیست که ما چند فایز بالای او گذاریم بعد فروشیم، زیرا تجارت آزاد است. این یگان نرخنامه مخصوص یا فایز مخصوص بالای او گذاشتن در چیز معین نشده است، مگر از همه آن چیزی که بالای نرخی که ما میگذاریم گذاشته شده است. این انصاف ماست، این رحم ماست و این اندیشه های نیک ماست. اگر یک برادر عزیز ما یک مال 10 سامانه را 20 سامان هم فروشد، من گفته نمیتونم که این پول برای تو حرام است، ولی این قدر میگویم که تو بالای بنده های خدا جبر کردی، تو از دایره انصاف بیرون برآمدی، تو حدیث پیامبر گرامی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه را رعایت نکردی، که پیامبر گرامی میفرماید ایمان شما کامل نیست تا آن زمانی که آن را که برای خودت دوست می‌داری برای برادر مسلمان دوست نداری. اگر ما همون مالی که او را قیمت بلند میگذاریم، همون طرز قیمت گذاری را برای خودم هم دوست دارم یا برای خودم بد ببینم، باید برای برادر مؤمنم بد ببینم. او را من در همین نرخ بالا فروختن برای خودم دوست دارم و برای برادر مسلمانم دوست ندارم، اینجا در ما از کنار حدیث میگذاریم و در دایره بیرحمی و بی انصافی داخل میشویم. زین خاطر برادران عزیز و گرامی، ناگفته نماند که سوره یوسف خدای مهربان در این سوره مبارکه ما را میگوید ان النفس لاماره بالسوء. آگاه باشید ای بندگانی که من شما را آفریدم، من شما را به دنیا فرستادم، من بر شما نفس دادم و همین نفسی که من بر شما دادم این بدخواه شماست، این همه وقت شما را به شرمندگی میکشد،
همه وقت این شما را به راه نادرست میکشد. این نفس چگونه ای که شیطان برای شما دشمن است، نفس هم برای شما دشمن است. زین خاطر دادرای عزیز، این نفس اگر تو مالی که 100% هم در بالاش گذاشته باشی و از او تو فایده هم برده باشی، فراموش نکن اگر 500% مانی، نفسی تو سیر نمیکنه. 100 نه 500 بمان. یک مالی 10 سامانه را 50 بفروش، نفسی تو میگوید بلندتر بفروش. زیرا خدا برای ما آگاه دارد این نفس دشمن شماست، دشمن برادر شماست. این نفس بود که حضرت آدم علیه السلام از جنت بیرون شد. این نفس بود که زلیخا خوار شد. زین خاطر نفس هیچ وقت سیر نمی کند، هیچ وقت. شیخ سعدی می گفت در مصرع‌های مبارک، در ایجادیاتی که داشت، آن شنیدستی که در صحرای غور بار سالار بیفتاد از ستور، گفت چشم مردی دنیادار را یا قناعت پر کند یا خاک گور. هیچ وقت انسان تا زمانی که پیامبر گرامی گفتند لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له ثالث ولن یملأ فاه الا تراب. اگر برای فرزند آدم 2 وادی از طلا باشد، او سیر نمی کند، بلکه 3م وادی را طلب می کند. هیچ وقت انسان سیر نمی شود تا زمانی که دهان او پر از خاک نشود. زین خاطر برادر، شنیدم که 3 کس را غیبت رواست. شنیدم که 3 کس را غیبت رواست، که از این در گذشتی 4م خطاست. یکی پادشاهی ملامت پسند، که از او بر دل خلق بدیدی گزند. دوم پرده بی حیا متن، که او خود می درد پرده خویشتن. سوم آن کج ترازوی ناراست خو، سوم کج ترازوی ناراست خو، که از این فعل بد هرچی دیدی بگو. برادران عزیز و گرامی، حضرت شیخ سعدی میگوید 3 طایفه را شنیدم که غیبتشان درست است. ولی ببینین خدا در قرآن ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. خدا در قرآن انیخترش در سوره حجرات بیان می‌سازد که ای بندگان خدا، یکدیگر را غیبت نکنید. ولی امروز غیبت از ذکر در غیبت زیاد شده است.
خدا ما را یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا فرمان میدهد شما شب و روز به یاد خدا باشید، به ذکر باشید. ما حاضر ذکر در جای نشین، یعنی ذکر از بین بردیم و در جای او غیبت برادر مسلمان آوردگیم. از خرد و کلان، دانا و نادان، ملا و غیر ملا، حکومتدار و غیر حکومت، همه غیبت، همه دست در غیبت زدن. هر جایی می نشینیم برادران عزیز، هر جایی که می نشینیم سرجم، تا جایی که ما از اون لحظه های سرجمی خود استفاده بریم، یکدیگر را در راه راست دلالت کنیم، فقط و فقط غیبت یک برادر مسلمان آغاز می شود. با آنقدر معرکه را گرم می گیرد، آنقدر معرکه را گویم صحبت را شیرین میکند که حتی تا آخری لحظه ما از همین کار حرام کرده خدا دور نمی نشینیم. خدا در قرآن میگوید ایمان به خدا داشته باشین، شما یکدیگر را غیبت نکنید. غیبت کردن معنای او را دارد که شما گوشت یک برادر مسلمان را از بدنش کنده خوردن معنای غیبت دارد. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوههم و صدورهم فقلت یا جبرائیل من هؤلاء؟ قال الذين يأكلون لحوم الناس و یقعون فی اعراضهم. پیامبر ما شب معراج حکایه کرد. شب معراج همراه جبرائیل بودم، و ناگاه گذشتم نگاه کردم مردها و زنهای را دیدم که یخمشون وجوههم و صدورهم، اونها رویهاشون می خراشیدن، بالای سینه هاشون می کندن. لهم اظفار من نحاس، دستاشون ناخناشون از متریال میس بود. خداوند اونها را ناخنهای میسین داده بود، فرمانشان میداد رویها را می کندن، بالای سینه هاشون را می کندن. پیامبر میگوید از جبرائیل پرسیدیم اینا کیا هستند؟ مثلا این بی نورها کیست؟ این بی خاصیت ها کیست؟ این بی سعادت ها کیستند؟ اینا یگان بنده های پستی خدا باشند. حضرت جبرائیل گفتند هؤلاء یأکلون لحوم الناس و یقعون فی اعراضهم. اینا گفت پیامبر گرامی گناه اینها با این احوال آوردگی اینها را دو سبب. یکم دنیا را فقط غیبت میکردن، کار فقط غیبت. یاکلون لحوم الناس، میخوردن گوشت برادر مسلمان. و یقعون فی اعراضهم، راها میکافتن که یک برادر مسلمانی که در بین اونها قدر دارد، قیمت دارد، شرف دارد، شهرت دارد، او را از بین بردن، آبروی او را کاسته کردن، در بین مردم او را آیسته آیسته شرمنده کردن. اینا با سبب این عملهای زشت خود به این بلا روبرو شدن. این چقدر قبیح بوده است، این قدر قبیح است، ولی برای سه طایفه غیبت کردن با درست. چگونه یک آدم شراب نوش، یک آدم فاسق، یک آدم زناکار به گوش مردم رسانیدن که احتیاط شد که این از همون خیل انسان هاست، غیبت ندارن. در برابر این پادشاهی که اگر در حق رعیتش ظالم باشد، خیرخواه رعیتش نباشد، برای بهبود مردم رحم ندارد، خواهش ندارد، اندیشه ندارد، فقط و فقط کار ظلم است، این گونه پادشاه موافقی گفته شیخ سعدی غیبت اگر در حق شود غیبت نیست. دوم حضرت گفتند انسانی که بی حیا باشد، انسانی که بی حیا باشد برای مردم این بی حیا را هم
به گوش مردم رسانیدن که احتیاط شوید که خواه دخترتان خواه فرزندای شما با او همنشین نشوند که بسیار بی حیاست. سوم، حضرت گفتند آن کج ترازوی ناراست خو، از او هرچی فعلی بد دیدی بگو. سوم، کسی که ترازوی کج دارد، ناراست خوست، کسی صاحب گویم ترازو شد، کسی صاحب دکان شد، کسی صاحب یک مالکیت کلان شد، گویم نامی او با بیزنسمن، نامی او با یک تاجر کلان مشهور، ولی همه دغدغه او، همه کتکوت او، همه ناز و کرشمه او از حساب همون ترازوی کج اوست، از حساب بی انصافی و بی عدالتی و از حساب گویم خیانت و با راه نادرست به دست آوردگی مبلغ است. نام آدم به نیکی برایت بسیار خوب است، ولی نام آدم اگر به بدی برایت بسیار بد است. غیبت این گونه شخصی کج ترازو حتی درست بوده است که انسانها با یکدیگر خبر دهند که فلانی از گوشه دینداری و ایمانداری نگذشته است، نکند که از همون انسان از مال و آن چیزی که در پیش دارد خریداری کنیم. اگر این گونه انسان وجود داشته باشد، ماها با اشاره دست اگر اشاره کنیم که فلانی است، ماها گناهگار نمیشیم، زیرا یک برادر از هلاکت، یک برادر از ضرر ما پیشگیری داریم. خداوند در قرآن ویل للمطففین، ببینید ویل که حتی صاحب تفسیر ابن کثیر میگوید وادی است در جهنم که هر روز عذاب پروردگار از این وادی، یعنی جهنم از این وادی تا 70 بار به سوی خداوند پناه طلب میکند. از حرارت بلند او، از جای بد بودن او، همین ویل، همین وادی نصیب آن کسی است که در دنیا با طریق ترازو است، با طریق متر است، خواه با طریق لیتر است، با کدامش که نباشد حق برادر مسلمان میخورد. این ویل برای اونهاست. خدا میگه للمطففین، برای آن کسانی که سبک میکشند، فریب میکنند. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون و اذا كالوهم او وزنهم يخسرون. ببینید برای خود جان گیرند، گرم به گرم حساب میکنند، سانتی متر به سانتی متر. اگر وقتی خودشان قبول دارند، وقتی که به مردم تسلیم میکنند، اینجا در علاقه چیزی که نفس او دلالت بر او میکند، همون موافق نفسش کار کردن میکند، بی پروا. بعدا پروردگار تهدید میکنه. برادرای عزیز و گرامی، به نام خدای دنیا اون قدر قدر ندارد. این دنیا همون قدر چیزی نیست که ما با این تکیه داشته باشیم. گفتی خیام دنیا همه ساعت و عمر تو دمه، از بحر دم عمر ابد را مفروش. یک دمی است. این دنیا به مثال یک ساعت است، عمر تو به مثال ثانیه است. برای همین یک ثانیه عمر ابد نفروش. به خاطر دنیا آخرت نفروش. حسرتی میشوی، قسم به نام خدا پشیمان میشوی. سر در همون دیوالی راحت صدها بار میزنی ولی فایدت نمیکنه دیگه، هیچ فایدت نمیکنه. گفت پروردگار در قرآن
ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. وقتی میخوای که برگردی اکون من الصالحین، از بنده‌های خوب شوی، ولی پروردگار میگه دیگه اکو بازگشت نیست. پروردگار تو میدانست که تو کدام راه را انتخاب میکنی. در دوام پروردگار چی میگه؟ الا یظن انهم یبعثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. الا یظن اولئک انهم یبعثون. خدا میگه آیا اینا باور ندارن که بعد این نغمه و نغاماتی که در برابر بنده های خدا کردن، حق مردم خوردن، در برابر مردم به انصافی کردن، آیا اینا باور ندارن که بار دیگر من اینا را زنده میکنم؟ تهدید است. یعنی تو باوری نداری که همون خدایی که برای تو حیات داد تو را گویم که آقید 50 درم نداشتی که در مشروطه برای بیای، امروز صاحب دکان شدی و صاحب ترازو شدی و صاحب اکه فلانی شدی و صاحب بای بابا شدی و فلان فلان شدی. آیا تو باور نداری که با خدا جان تا میگیره، با نزد خودش میبرد؟ خدا میگه حمیده باوری نداری تو. اگر باورم نکنی این جمعیگان اشکالی ندارد، زیرا مالی تو، زیرا که همون دستگاه و دکانی تو را مغرور کرد و تو از پروردگارت فراموش کردی. و اما من طغى و اثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى. الا یظن اولئک انهم یبعثون لیوم عظیم. برادر عزیز، پروردگار میگه لیوم عظیم. تو باوری نداری که من در همون روز بزرگ که روز قیامت است تو را باز زنده میکنم؟ باوری نداری. یوم یقوم الناس لرب العالمین. خدا میگه همون روزی که همه شما را من زنده میگردانم، راست میگردانم، در برابر خودم قرارتان میتونم. پروردگار تهدید دارد، پروردگار خطاب دارد که مقصد تو برای او روز تیاری تن ببین. هر نغمه میکنی، هر حیله میکنی، خواه در ترازو باشد، خواه در سنگاش باشد، خواه در متر باشد، هر نغمه میکنی کردن بگیر. خدا میگه روز قیامت آن بنده هایی را که تو فریب دادی، حقی اونا را خوردی، اونا را من در برابر تو راست میکنم. اونجا در تو نامت مفلیس میشود. مفلیس. اتدرون من المفلیس؟ مفلیس هم میدانین کیست؟ پیامبر سوالش بود، حدیث هایی که من قبلا و گوش شما این حدیث های پیامبر رساندگیم. اگر اینجا در تو یک سامانش گرفته باشی، اونجا در عوض یک سامانی تو اگر 10 ثواب تا بگیرد و خدا دیگر قیامتت خراب میشه. حضرت صوفی علیار در کتابش میگفت حضرت ذوالجلال و الاکرام پرسد از شبهه و حلال و حرام، پرسد از ما چرا چنین کردی، این گناه کردی و آن کردی. تو که عبدی من که معبودم، امر و نهی که بر تو فرمودم، تو چرا بر خلاف این کردی، نفع خود را چرا زیان کردی، حد خود را چرا ندانستی، در محلی که می توانستی، غیر شرمندگی چه روی جواب، وای آندم به جان قطره آب. این گونه معامله با بنده های خدا می شود. پیامبر گرامی میگوید باری به بازار آمدن، نگاه کردن که یک تلی خرما مثل کوهواری بلند، آنقدر زیبا خرماها جلا میتیند.
پیامبرمون میگه دست شمته گرفت و در بین خرماها انداخت که دست پیامبر در خرماهای ویران شده زد. گفت چرا؟ گفت این کار را میکنی؟ گفت پیامبر گرامی این از حساب آب باران شد، من نکردم. پیامبر من گفت من غش علینا فلیس منا. کسی اگر این رفتار و این معامله تو داری در برابر اگر بنده های خدا انجام تید، او خودش از امت من نشمارد. برادرای عزیز و گرامی، در بازارهای ما هم، در بازارهای جمهوری ما، مراد من یک کولاب نیست، موعظه ما هم فقط برای کولاب نیست، برای تمام برادرای مسلمان ما، چی در داخلن چی در خارجن. پیامبر رحمت برای تمام عالم آمده است. قرآن هدایت برای تمام عالم آمده است. بازارها هم از بالا زیباها در زیر خرابها. حتی اگر برادرای سوداگرم پرسی میگد این رکلمه، این رکلمه که خریدار به خودم جلب میکنم. ولی وقتی بالای چیزا میبینی زیبا، زیر او خراب، انسان در او به سوی مال خوب میدود. ولی 1 کیلو یا نیم کیلوی او اگر از همون خوباش باشد، 90% دیگر او از مال همون ناخوبش برای تو میتید. پیامبر گفت کسی این عمل ده چنگ میزند او از ما نیست و فرمان داد که بگیر. گفت از زیر در بالا مان، از بالا را در زیر اررش کن. گفت این بود آن چیزی که از دلالت های پیامبرمان هست. حتی ابن سیرین وقتی میگد گوسفندش میفروخت، اونا امروز ما ماشین میفروشیم، امروز ما خانه میفروشیم، امروز ما هر یک مال که نباشد برادرایی که سودا میکنیم، ما عیب او را هیچ وقت بیان نمیکنیم. حتی در حالت عیب بیان کردن که مال ما نرخی او شاید 10% یا 20% او پس شود، به خاطر 10-20% برادر را فریب میکنیم، خانه قبرمان در میتیم، آتش میزنیم، ولی عیب بیان نمیکنیم. نمیگویم که همین مقصد ماشین من زدگی است، نمیگویم که همین خانه من فلان عیب دارد، نمیگویم که همین متریالی که من میفروشم مال کجاست یا عیبش در چیست، نمیگویم اینا. برای که عقیده درست نداریم برادر، برای که آنکه ما رزق از خدا نمیبینیم. ما در عقیده ما که رزق از جانب خدا نمیبینیم، فکر میکنیم که همین رزق در دست همین مردم است، همینا را فریب کنم تمام حالم خوب میشه. ابن سیرین میگوید وقتی که گوسفندش در بازار میفروخت، پرسیدن اونقدر گوسفند زیبا بود، گوسفند خوب بود. گفتن حضرت یگان عیب دارد؟ گفتن بله عیب دارد. گفتن چه عیب دارد؟ گفت در حالت علف خوردن با پای خود علف تیپ میکند. آیا می عیب است؟ هیچ عیبی نیست، ولی همون کمبود مالی او همین بود، هم را بیان کرد. برای که از خدا می ترسیدن. برادر عزیز، برای از خدا می ترسیدن. همه این کج ترازو، این بیرحمی، بی انصافی، سببش برادرای عزیز فقط قسم به خدا از خدا نترسیدن است، دیگر هیچی نیست. آنچنان دلها سخت شده است که بعضیش حتی همین قیامت در پیشش بیار باورت نمیکنه. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که میگویم وقتی
به کوچه میگذشت، نافهمیده میگه پای او بر بالای پای کودک نهاده شد. پای یک کودک را پاش زیر کرد، جقید گویم. این کودک میگه در برابر امام ابو حنیفه گفتند آیا از روز قیامت نمی ترسی؟ شریکای امام ابو حنیفه، همنشینای امام ابو حنیفه میگوید گویا که امام ابو حنیفه را کسی تیله کرده باشد. قسم به خدا میگه با پوست دادن، ترسیدن. گفتن حضرت سخن این کودک اینقدر مؤثر بود، اینقدر تاثیر بخش بود برای شما. ابو حنیفه میگه در جواب گفتن که من گمانم در این میرود که در زبان این کودک این سخن را خدا تلقین کرد. از یک زیر کردن پای کودک میترسید که این انتقام میگیرد در روز قیامت. آخر این قدر مال مردم ما، پول مردم. گفتی امون شیخ سعدی تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نیهن آدمی. و ترا آدم گفتن ده دیگر انسان حقوق ندارد. اونا این خیلی خوف داشتند. حضرت امام ابو حنیفه الان که تمامی همین تاجرای ما را اگر جمع کنی سرمایه امام ابو حنیفه را ندارند. او یک تاجر خود کوفه نبود، او تاجر بین المللی بود. او زوادها داشت، در هر یک دولت ها دکان داشت، لیکن بازم همین قدر مال اسباب انجام او مغرور نبود. علی ابن حسین میگه در کوفه مؤذن بود. در همون مسجدی که امام ابو حنیفه نماز میخواند میگه مؤذن بود. بار میگه امام پیش در آمد و سوره زلزله را خواند. وقتی میگه سوره زلزله تمام شد و ما یعمل مثقال ذره خیرا یرا و ما یعمل مثقال ذره شر یرا، وقتی خان بود کرد مردم همه میگه نماز که تمام شد پریشان شدن. علی ابن حسین میگوید من چراغا را خاموش کردم و امام ابو حنیفه یک پرده را میگه در بالای سرشون کشیدن و از همون جای نشست خود نخیستن. علی ابن حسین میگوید وقتی که من سحر برای نماز بامداد اذان دادن آمدم ابو حنیفه در همون جای خود سکوت داشت و دیدم که حتی که در نزد چشمای او با شخص گریه کرده رخهای وجود داشت، خطهای وجود داشت. گفتم حضرت آیا خسته نشدی؟ آیا مانده نشدی؟ میگوید گفتن که همین نشستی مرا به کسی از قوم نگو، ولی همون آیتی که امام خواندن که خداوند در روز قیامت موافق هر یک ذره نیکی کرده باشی پاداش نیکی، بدی کرده باشی پاداش بدی میتید، همین گفت مرا آنچنان در فکر برد، آنچنان مرا در تشویش انداختی از ذره ترین عمل وقتی که خدا پرسد مبادایی که ما در حال حیات ما یگان لغزش کرده باشیم. از این خاطر برادران عزیز و خیلی گرامی خواهش ما هم همین است که در حالتی که معامله میکنیم با برادرای مسلمان خودمان فقط از حساب انصافمان، از حساب رحم، فکر یک برادر مسلمان کردن صحبت داشته باشیم و دیگر فراموش نکنیم که بسیاری از برادرای ما و شما امروز با فروختن مال حرام هم دست دارند
فروختن از حرام ها ده هم برادرای ما و شما دست دارن، حرام کردهای خدا را میفروشند و بعد فروختن همون حرام کردهای خدا با پدر داره، مادر داره، برادر دارد، 5 وقت نمازشون هم میخوانند، حج خانه کعبه هم کردند، ولی در فروختن این حرام کرده ها یگان چاره نمیبینند. جوانی بود میگد به سوی طلب علم روانه شد. خداوند به پیامبر همون زمانه گفت که رو گفت برای او 3 نصیحتی را که خداوند تعلیم داد بگو، بعداً بگذار وی رود از پی علم شود. آمد پیش راه جوان گرفت و گفت اینی اعیذک بثلاث خصال فیها علم الاولین والآخرین. من 3 چیز در نصیحتت میکنم بچم. گفت در همین علم اول و آخر وجود دارد. یکم خف الله فی سر و العلانیه، یکم از پروردگار بترس، چی در حالت آشکارا باشد چی در حالت پنهانی، از خدا بترس. دوم امسک لسانک عن الخلق لا تذکرهم الا بخیر. دوم نصیحت اون پیامبر این بود که زبان تا نگه دار در برابر مردم، هر وقتایی که چیزی میگویی و جز خیر دیگر چیزی نگو. سوم حضرت نصیحتش همین بود که از مال حرام نخور، از مال حرام اجتناب کن. پس این 3 برای اول و آخر تو خوبی ها میارد و در همین علم اول و آخر است. میگد فامتنع الفتا عن الخروج. دیگر این جوان میگوید که گفتن اگر این 3 چیز که علم اول و آخر در همین باشد، من کوشش میکنم که پایبند همین 3 چیز شوم. دیگر به طلب علم نرفتن. بعضی برادرای عزیز در کوفه میگه تاجر مشهور بود، گندم زیاد فرستاد. روز دوشنبه بود. امام غزالی در کتاب احیاء العلومش میگوید، بعداً میگوید نمایندهایی که در کوفه داشت، در شام داشت، اونها گفتن که ما بعضی خبرها داریم که همین گندم بعد 20 روز یا 30 روز نرخش بسیار گران می شود. گرفتن گندمی که روان کرده بود این تاجر، محکم کردن. 1 ماه بعد همون مال در سودا برآوردن. میگوید 7000 تنگه طلا درآمد شد. بعد از آن این پول را همگی شب میگه با همون سردار کلان روان کردن. سردار که آدم ایماندار و مسلمان بود، گفت اینقدر فایده باید از این گندم روان کردگی من نمیشد، این از کجا شما روان کردین؟ گفتن ما 1 ماه این بار نگه داشتیم تا بار قیمت شد فروختیم. میگه این سردار تا جایی که بعضی سردارای ما آفرین گویند که این خیلی شاگردای خوب یافتیم. اون چی گفت؟ گفت شما جنایت در نزد خدا کردین، شما خیانت در نزد خدا کردین. آیا شما نمیدانید که المحتکر ملعون؟ پیامبر گفت از کسی که مال پنهان میکند به خاطر آن که فردا قیمت میشود، او لعنت کرده شده در نزد خداست. اینا در برادرای ما و شما به چشم میرسد. حتی میگه همون 7000 تنگه را همش در فقیرهای کوفه تقسیم کرد و از او تنگه را برای فایده جان خودش صرف نکرده. خلاص برادران عزیز و گرامی، تجارت بسیار خوبی ها دارد، بسیار فیض دارد. حتی پیامبر گرامی تاجری راستگوی، راست قول
همراه شهیدها در روز قیامت است و تجارت بسیار نفع خوب دارد، بسیار فایده خوب دارد. ولی فقط برادران عزیز و گرامی کوشش کنیم که نفس بالای ما غلبه نکند. کوشش کنیم که از فرصت‌های مناسب استفاده نبریم. کوشش کنیم شاگردهایی که داریم تاکید کنیم که برادر عزیز دکان ما همین خیل نرخ و نوا دارد، اسلام ما، دین ما همین خیل راهنمایی دارد. نبینم یا نشنوم که هر چیزی را که آن نرخ من میگذارم از او بالاتر گذارید. بعضی ها ما در شاگردها حواله میکنیم، میگیم برای ما 5 سوم از سر همین مال میتی، دیگه 100 میاوی 200 میاوی خودت میدانی. نه برادر عزیز، اینم از انصاف خالی نیست، از بی انصافی خالی نیست، اینم نادرست است. شما در یک رمکه معین همون شاگردها را تعلیم دین که تا که از همون حد لازمی بیرون نرود. خدا خواهد از پروردگار مهربان امید آن است که صحبت‌های گذشته و این صحبت‌های ما برای نفع ما و شماست، برای فایده ما و شماست. اگر خداوند برای ما و شما فراست دهد، عقل دهد، خدا خواهد از این صحبت‌ها استفاده میبریم. در برابر برادرای مسلمانمان با مهر میشویم، به فریب میشویم. آن چیزی که تا امروز داشتیم اگر حق کدام برادری را خورده باشیم، تا اگر حق او پرداخت نشود خدا تو را نمیبخشد. این به توبه کردن، به زاره کردن از گردنت عفو نمی شود. اگر ندانی که حق کیها را خوردی ولی تخمین میدانی چند سوم خوردی، او را به آدمای بیچاره و ناتوان تقسیم کن، زیرا که همه اونها گریبانگیری تو در روز قیامت می شوند. ولی از این ساعتی که اگر ندانسته کردی الحال دانستی، اگر اصلاح شوی خوش به حالت. ولی اگر پروا نکردی، اهمیت ندادی، باز همون شیرینی مال بالای تو غلبه کرد و باز همون کاری هیله و نیرنگ تا دوام دادن گرفتی، اکن اینجا دا دیگه گیله از جان خودت کن، گیله از نفس خودت کن. خداوند عاقبت همه ما و شما را به خیر گرداند، ایمانای همه ما و شما را با سلامت نگه دارد. آمین یا رب العالمین. یک دو مسئله ها را من برای فردا عید گویم که فردا ما و شما عید میخوانیم. خدا خواهد حد الامکان کوشش میکنیم که در ساعت 8 عید ما نخوانیم و مسئله جای نمازها و دیگر اگر کسانی که تأخیر میکنین، خدا را شکر خیلی قریب تا 5000 آدم اینجا در جامعه شود، ولی روز عید باز مردم بیشتر به سوی نماز میآیند. دستاتون اگر یگان جای نمازها هم باشد خطا نمیکنین، آمده بالای جای نمازهای خودتون نماز میخوانین. در مسئله تکبیر و تشریق از همین صبح بامداد به حسابهای تاجیکستان که از امروز روز عرفه است، اگرچند که دیروز در تلویزیون روز عرفه الکی از طریق تلویزیون از عربستان سعودی نشان داده شد که اونا دیروز امروز اونا عید دارن. خیلی زلال ندارد، به خیر است ان شاء الله. عید تا 3 روزم که خوانی درست است. برای همین امروز از جمعه سحر پس 23 نماز ما باید که الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. انا همین کلمات ها را ما بعد هر یک فرض اگر امام فراموش کرد قول لقمتی است، از پس صداتین الله اکبر الله اکبر گفته، زیرا که خواندن این به گردن همه ما و شما واجبه. یک بار، بعضی جا 3 بار میخوانند، دیگر همون یک بارش واجبه که همه ما و شما یک بار بعد فرض، از جمعه را میخوانیم بعد فرضش تکبیر میگیم، عصر را میخوانیم همچنان تا 23 نماز، یعنی تا روز 3 شنبه
بعد عصرش ما همین تکبیر و تشریق باید که گوییم. 23 نماز می شود. مسئله قربانی، مسئله قربانی ها برادر عزیز، گوسفند فراموش نکنین که 1 ساله باشه. اگر از 1 ساله خوردن باشه و جوسش به 1 ساله مانند باشه می شود، ولی از 1 ساله پستر باشه و جوسش همون گویم قد و قامتش به 1 سال مانند نباشد، او قربانی نمی شود. برادرایی که همونجا سوداگر هم باشن همون را باز معین هم کنن که وقتی اونها ذبح میکنن قربانی از گردن اینا ساقط میشود، ولی که در همون پول برادری که دروغگو است یا دروغ میگوید به خاطر که او را خرند او ضامن میشود. گوسفند از 1 سال کم نباشد، پست هم باشد، اگر بزرگیش به 1 سال مانند باشد میشود. گوسفند باشد که از 2 حصه چشمش نابینا نباشد، یا گوشش بریده نباشد، یا پاش شکسته نباشد، با دهانش خورده تواند، اخته کردگی باشد با که ندارد، شاخش شکسته باشد با که ندارد، رنگش کدام رنگ باشد فرق ندارد، خب نر باشد ماده باشد فرق ندارد، بوزم باشد می شود، شتر هم می شود، گاو هم می شود. ولی در مسئله گاو از 2 سال کم نباشد. اگر از 2 سال کم هم باشد ولی مثل 2 ساله بوزبله که باشد نمی شود. فقط این در گوسفند است. در این گاوهایی که ما و شما، گوساله هایی که ما و شما میخریم 2 ساله باشد، فقط از 2 سال کم نباشد. کم باشه و گفته ایستادم 2 ساله واری اگر از او دا بوزبله هم باشد نمی شود. و در یک گاو و شتر تا 7 نفر آدم شریک شود می شود. تا 7 نفر آدم جمع می شوین، یک گاو مثال 2000 سامانی، 7 نفر در همون پول می پرتاین، یک جای همون گاو می خرین، ذبح میکنین، قربانی از همه ثابت می شود. کوشش کنین که اگر کمتر دسترس باشین، شرایطتان باشد، برادرای عزیز قربانی کنین. قربانی را حتمی انجام دهین. مسئله ذبح برای مردم قشلاق صبح دمید، باز ساعتای 5:30 حساب کنین که صبح میدمه. همین صبح که دمید برای شما ذبح کردن درست، تا نماز عید خواندن تان. برای مردم شهر بعد عید، اگر تا عید کدامی از شهر ذبح میکنه قربانیش قربانی نیست. کسی امروز ذبح کرد یا دیروز ذبح کرد، امروز چند برادرها مرا تلفنی برآمدن که ما الک ذبح کردیم، همین روز تقسیمش کردیم، اون نمیشود، او از حساب قربانی حساب نمیخوره. قربانی ها را دیروز حتی بعضی ها ذبح کردن، امروز شکو باز گویم به خاطر که در دنیاها، در بسیاری دنیا حاضر عید است، مردم امروز هم مثال به امونا پیرو شدن، این شک جانب دیروز الکی روز پنجشنبه بعضی ها ذبح کردن. فردا پیش از عید برای مردم قشلاق، بعد از عید برای مردم شهر. از اینجا که رفتین حتمی قربانی قاعدش همین است که خودتان با دست خودتان ذبح کنین. سنت همینه. پیامبر همچنان کردن، خودشان با دست خودشان ذبح کردن. ولی شما ببینین پیامبر از مال دنیا چیزی نداشت. ولی من اینجا در یک حدیث ایرانوی ساندم برادرای عزیز از صحیح بخاری، ان عایشه مادر من گفته است که قالت توفی رسول الله صلی الله علیه و سلم و درعه مرهونه عند یهودی فی 30 صاع من شعیر. ببین حضرت عایشه میگه وقتی پیامبر از دنیا گذشتن، همون گویم درع به معنای مثل که در جنگ ها میپوشن آهنی از پرانی ژیلت واری، همون لباس جنگیش در پیش یک یهودی در قرض
30 صاع از گندم گذاشتگی به دست. ببینید در همین خیل حالت حضرت قربانی کردن. امروز بچه‌های ما خدا خیرشان دهد 100,000 200,000 300,000 میلیون صحابی شدن، آلی همون یک گوسفند ایستادگی هم نمیبراین، همون یک گوسفند قدی رفته هستند. برای همین خدا که شما را داد است برادر عزیز و گرامی، آخی با خدا میتد با کشتن 2 گوسفند یا گاو یا 3 گوسفند و مردم تقسیم کردن تو برد میکنی، بای نمیتی. آخه خدا در حدیث های قدسی می آید که یا ابن آدم انفق ینفق علیک، تو بته، خدا میگه من میتومد بین یضاعفه لکم و یغفر لکم والله شکور حلیم. خدا میگه تو بته، میگه من باز زایدت میتم، بازم این که باز در عوض مالت برای تو مال میتیم، با گناهات هم میبخشم. بین گناه تا میبخشد، مال تا برقرار میکند. و تو یک حساب که برادری عزیز، پیامبر یک لباس تنه او در عوض قرض در نزد یک یهودی در عوض 30 کیلو گندم میخیزد قربانی میکند. امروز خدا را شکر خانه داری، زن داری، قرضدار نیستی، ماشینکای خوب داری، آخی جای کار داری، بکن آخر یکان زلال زیانه داره. گوسفندی خوب شو بخر، در بازار گوسفندای برابری مردم تو نکن. حتی پیامبر گفته است کسی بای است ولی اثر بایی را در او دیده نشود، او کفرانی نعمت کرده است. بعضی آدمی باییش هم میپشانه، جاگه میکنه که نفهمن که من بایم. اگر در تای 40 من خاک درایی بایم میشناسن. 1000 خود اگر پرده پوش که هیله که بایم میشناسن. برای من نپوشان، اخت از کسی ندزدیدی این مالا، تو ای کسی این مالا بسال نطلبیده، مهنت کرده خدا داده است، باز همون خدای مهربان که داده بود بوده در راه خدا خودش با وعده دارد، هم زایدش میکنم هم گناه تا میبخشم. بسیاری از برادرای بودن که امروز ذبح گوسفند کردن، ما با تلفنی صحبت داشتیم، خدا خیرشان دهد، 5 کیلویی 4 کیلویی 3 کیلویی روغن و قند و همسایه‌هاشون رو تقسیم کردن. انا پگه بعد قربانی خودشان میکنن. من برای شما گفته بودم من در اسلام آباد وقتی تحصیل میکردم، بایهای اسلام قسم برزگاو 7 تا 10 تا برزگاو میکشت یک نفرش. ما دیگه گوشت نمیگرفتیم، نمی طالب علم همین قدر گرسنه محتاجه، گویم همین تشنه و گرسنه گوشت میدیدی دلت سوس میشید. همین روز قربانی ها به خدا قسم در کوچه ها گوشت ها پرتافتگی بود، کسی نمیگرفت. اونقدر زیاد بود که مردم همه گوشتار میشد. برای این برادرای عزیز و گرامی شما هم اکو همت کنین. گفتی او شاعر نشود که دولتت را فیل بردارد میانش بشکند، همتت را پشه هندوستان برد. او تنش اینه چه شما کوشش کنین که همت شما را فیل برداشته نتواند. شما با همت شوین، خدا داده ایتان. یگان ترس نکنین، این شیطانه که شما را میترسانه، شیطانه که شما را وسواس میکنه، نته. برای این به دستکای خودتان ذبح کنین. اگر خودتان ذبح کردن نتوانین، در راست همون گوسفند قربانیتان ایستاده و ذبح همون را تماشا کردن هم سنته. پیشکای قربانی تونده بیستین. قربانی 3 تقسیم می شود، یک حصهش برای مردم، یک حصهش برای پخت و پس که مردم آمده خوره، یک حصهش برای خانواده. 3 تقسیم است. ولی کسی که اگر یک قسمتی خورچ برای خانش مانه و دیگر همه شکیفیت با خوب و با نیک میشه. خدا همه شما را عمر دراز ده و تن صحت و ایمان کامل و
خدای مهربان تا عید قربان آینده ما و شما را باز صحت و سلامت نگه داره و برادرای تاجر ما را، سوداگرای ما را انصاف دهد و با آن چیزی که شنیدن، با آن چیزی که آینده میشنوند یا با آن چیزی که خواندن، خداوندا عمل کننده بگردانی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. من یک قصه را به یادم آمد، گویم که دیگه به هفته دیگر مرده ایم زنده ایم. میگد حضرت عمر میگد بار این از یک دروازه آمدن نگاه کردن که یک دختره قطعی مادرش بحث دارد. چی بحث است؟ کم ترک شیر گاو داده است، مادرش میگد که آبش ریز، آب ریز تا که زیادتر شود، تا درآمد بیشتر شود. ا دختر میگد نه، میگد دخترچه میگد نه نمیکنی مادر. برای چی نمیکنی؟ آخه میگد امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه حکم برآوردن که این کار نکنین، این کار خیانت است. این روز قیامت خدا در پیشت میگذارد که کنی شیر از آب جدا کن. آیا جدا کرده میتونی؟ نمیتونی. پس میگه این مادر به سویش گفت آخه امیر المؤمنین در نزد ما نیست، او در همون خانه خودشه، در قصر خودشه. اما او تو پس پوشیده، درای پوشیده، کی میبیند ما را؟ دخترک میگه در جواب این کان امیر المؤمنین لا یرانا فرب امیر المؤمنین یرانا. گو مادر آخه اگر امیر المؤمنین ما را نمیبینه، امیر مؤمن ها ما را دیدن ایستاده است، ولی خدای امیر المؤمنین ما را میبینه. آخه خدای امیر المؤمنین ماها را نظارت داره، از حال ما درکدار است. و این خاطر گو این کار را نمیکنیم مادر. برای همین برادرای عزیز، این هم به همین سوداگری هم تعلق داره. شیرها دا آب میریزند، بنزین ها دا دیگر نموده های سوزشواری میریزند، ارزانش به قیمت عرارش میکنند، روغن ها دا بعضی چیزها میریزند، حتی در برنج بعضی ها میگن که میده سنگریزه میریزند. بعضی سوداگرای بی انصاف بود است که یک قبچه سنگریزه را میگه در 1 تن 2 تن برنج میریزه، هم بین دیدم در عراره. ببینین 1 تن مثال سنگ در برابر برنج میفروشه. 1 کیلو برنج اگر 6 تن باشد، 1 تن سنگ هم 6 تن میفروشه. در بین همونا عراره شوالی ببینین اکو بعضیاش که به خود سنگ میآید با که نداره، میلشی گناهگار نیست، کدامش که عرارش میکند به نام خدا خانت هم سوختگی های، قیامت هم سوختگی های. تو آدم هم نیستی، تو انسان هم نیستی، تو بیرحم. من نمیترد چی نامت گذارن. اگر همین عمل از مثال دست شما اگر سر زند، بسیار عمل نه. حتی در بعض دارو فروش‌ها را من در اول جمعه گفته بودم که داروها میاری تاثیر نمیکنه. همون دوز اساسی که در داخل دارو باشه همون نیست. همون دارو تیار کنایی که اصلا همون را موافق نمیکنن. حالا که فراموش نکنین که او برای جان انسان است. پیامبر گفت کدام طبیبی که نادرست طبابت میکند و این انسان تلف مییابد، در جان او این ضامن است. ولی کدام دارو فروشی هم که داند که همین دارو قلبکی است، همین دارو همون موافقتی گویم همون دوز را ندارد، ولی بازم همون را میفروشد، همون آدم وقتی رفته در خودش استفاده میبره، ضرری که در او پیدا میشود در همون ضرر در دنیا و در آخرت ضامن است. در همه این مسائل برادرای عزیز شما با خودتان آگاهید. من سوداگری کردگی نیستم، ولی چیزی که مثال در کتاب میبینم، در قصه ها میبینم، از همون خلاصه میبرم. برای این هر چیزی که به ضرر میشود خودتان میفهمین، همون راه را برای خود اختیار نکنید. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین. خب
این خیلی است. بابام سوال میتاد که مثال در یک خانه اگر حساب کنین که پدر و فرزندا همه دستی رسا دارند، همشون مقصد مالشون به نصاب رسیدگی است. اگر چند نفری باشین در گردن هر کدامتون علاهیده قربانی واجب است. یعنی از یک خانه یک کس قربانی کنه از گردن دیگرها ساقط نمیشود. ولی در خانه اگر 3 تا باید، 4 تا باید، 5 تا باید، هر کدامی باید علاهیده باید قربانیشان کنه. فرق نداره. دیگه گفتم دیگه گپ دیده نکن. چیزی را گفتم تمام قبول کن دیگه ما دایتری دلیل حجت نیار. همین چیزی کتاب گفته است همونش هم میگم. دیگه عقل گرایی و مثال این خیلش دیگه ایش اعتبار نیست. برادر بازارعلی از کوه دامن 200 سامان دادن. فرزندان مرحوم معلم زائر از دهه امام علی در حق پدرشون دعا خواستند. از رایان وحش یک برادر بیماری دارد، گفتند دعا کنید. در حق مرحوم بابای عبدالفیض از محله دعا کنید. در حق کارمندان میلیسا دعا کنید، خدمت کردن، دعا خواستند. برادر معلم صبوروف از دنیا گذشتند، دعا کنید. برادر عزت الله در حق پدر و مادر و فرزندانش دعا خواستند. برادر خیرالدین از قرغان تپه دعا خواستند. برادر از بدخشان دعا خواستند. برادران از محبس شما و قوم را با این تبریک گفته و دعا خواستند. برادر قرضدار از دعا خواستند. برادر از بازار سخاوت 5 قرآن آورده است. 2 جنازه مرحوم برادر اسکر و بابای شریف حاضر شده است، دعا کنید. در حق کسانی که در صندوق خیریه خیر کردند، خداوند همه آن بندگانی که از این جمعیت دعا خواستند و خیر احسان ها کردند، خدایا هر امید کردند، هر آرزویی که کردند، هر طلباتی که کردند، خدایا با فضل کرمت حاصل گردانی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. أشهد أن لا إله. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الداعي إلى دين قويم الهادي إلى صراط مستقيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم جواد الكريم علي العظيم السميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين
وعلى آله وأصحابه أجمعين وارحمنا معهم واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قامت الصلاة. الله